شاهرخ از کودکی به صنعت رسامی دلبستگی زیاد داشت. همین دلبستگی ها بود که او در سن 13 سالگی به مکتب رسامی ولایت سوخت برای آموزش صنعت رسامی می رفت. با مهر و محبت و زحمت زیاد او بعد از ختم مکتب به دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов فاکولته صنعت تصویری و تکنولوژی داخل شد و هنر خود را باز هم صیقل داد. شاهرخ در آغوش طبیعت اثرهای خود را ایجاد می کند، زیرا محض در آنجا الهامی ناب می یابد. صنعت تصویری را انتخاب کرده همین با صنعت تصویری مشغول شدنم سببش همین که در دنیا در تمام جهان یکی از رسامان بهترین یعنی خیلی خوشرو تصویر میکنه در ژانر چهره‌نگاری یعنی لئوناردو داوینچی می باشد. از این رسام الهام گرفته من همین ژانر پورتریتی را انتخاب کردم و تا حاضر یاد گرفته ایستادم. عین زمان شاهرخ نه تنها اثرهای رسامی خود را می‌آفرد بلکه شاگردان را نیز تعلیم می‌دهد. وی بیشتر در ژانر چهره‌نگاری کار می‌کند و توسط اثرهایش حسیات انسان و زیبایی چهره‌ها را به تصویر می‌کشد. من اساساً در ژانر پورتریتی یعنی چهره‌نگاری کار می‌کنم. به من خیلی این ژانر معقول است. باز بسیارتر در ژانرهای پیزاژی یعنی طبیعت و ناتورمورت با بسیارتر هم کار میکنم. اساسا الهام من یعنی در باغ‌ها و در طبیعت با برآمده تصویر کنم با نقص‌تر و گشاد میشود. الهام من در ژانرهای پورتریتی و طبیعت یعنی منظره نویسی ناتورمورت بسیار آزمون‌ها با اشتراک کردم. آزمون‌های ناحیوی، ولایتی و جمهوری جای‌های نمایان را اشغال کردم، یعنی جای‌های یکم، دوم، سوم را اشغال کردم. امسال او نیت دارد که در آزمون با نفوذ جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نماید و استعداد خود را به اعضای حکمان نشان دهد. برای آمادگی به آزمون شاهرخ روزهای زیادی را به آموزش صرف می‌کند. او کوشش می‌کند که اثرهای بهترین خود را آفرد. امیدوار است که با زحمت و ایجادیات خود موفق خواهد شد و نام خود را در بین بهترین رسامان جوان ثبت خواهد کرد.